بینندگان عزیز و ارجمند، صبح رو برایتان بخیر میگوییم و ما باور ادامه کامل داریم بیشتری تماشابینان عزیز ما نهاری میکنند، گوییم انا همون روی حوله خانه نشسته و پس اگر نهاری کرده ایستاده باشید یک لحظه کمی مشاهده بکنید، یک لحظه گوش به صدای طبیعت بدهید. ببینید پرندگان چه خوش می‌سرایند از صبح. اگر قسمی در خانواده گوییم پرنده های زیبا و خوشخوانی رو اگر نگاه دارند چند ساله ها، ببینید با زیبایی زندگی چگونه است. ما آرزو میکنیم همیشه زندگیتان زیبا باشد، همیشه در خاندان شما، در عائله شما، در جای کار شما آمدها یار و نصیبتان گشته باشد. و ما چون گفتیم همیشگی بینندگان عزیز، هر یکی شما خوب و آگاهی هستید هفته یک مرتبه ما روز جمعه رو روانه کردیم به ساحه تندرستی، لکن در بعض این حالت می شود که چون اگر معلوماتی گفتیم و چون نفران زیادی هستند که با ما همکاری نزدیکی دارند، به مثال برادران عزیز ما هستند، خواهران مهربان ما هستند که ما رو به طور تیزی وجود آگاه میکنند که استادان از مرکز کشور به شهر خوجند یا ولایت سوخت همچون مهمان تشریف آوردند. ما زود کوشش میکنیم که با آنها در صحبت ایستاده باشیم و فکر آنها رو در یک نوبت اول قبول کرده باشیم و در نوبت دیگر باشد تشریف استادان رو به استودیو دعوت میکنیم. و از این خاطر این صبح نیز ما هرچند کوشش کردیم که یک روز را به ساحه تندرستی چون مثل پیشین روانه کرده باشیم، چون روزی گذشته بیگاهی پس از ساعت‌های 15 بود یا نزدیک 16 بود یک معلوماتی گرفتیم، یک دوستان ما طریق تلفن با ما در ارتباط بودند و یک تازه ترین خبری را گفتند که روزی یکم می شود که یکی از استاد صنعت که طوری زیاده از گوییم یک جا کار کردند 26 سال در فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام اکاشریف جوریف کار و فعالیت کردند، به شهر خوجند ولایت سوخت مهمان تشریف آوردند و ما زود با استاد در صحبت بودیم و پیش از همه عرض سپاس میکنیم که تکلیف ما را رد نکردند و این نفر استاد عزیز و ارجمند هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان قابل جان ظریفوف هستند و البته استاد را خوش آمدید میگویم به برنامه. تشریفتان خوش باشد استاد عزیز. و چون گفتیم روزی دوم است امروز که مهمان شهر خوجند هستید. سلامت باشید. روزی یکم چگونه بود استاد؟ بسیار خوب. خوبیش در چی بود؟ بسیار خوب بود. وقتی که امسال در عرفی سال جوانان 20 سالگی وحدت ملی خواستم همراه فرزند عزیزی مهربانم جگربندم کامل جان ظریف روز 21 ساعت 14 در تالار تئاتر کمال خوجندی برای مخلصان عزیز مهربانی خوجند باستانی یک امتحان سپارم. باشد آنان داور باشند در یک نوبت دیگر. البته ما مخلصا البته برای ما داور هستند. بله استاد. صبحی پرفیضی تاجیکستانی عزیزم، صبحی پرفیضی خوجندی باستانی برای مخلصای عزیز مبارکباد میگویم. بسیار صبح خوبی است، صبح دیار و امروز مرا تکلیف کردید. بنده در خدمت مخلصان عزیز هستم، در خدمت تماشابینانی خوجندی باستانی هستم. تشکر زیاد استاد عزیز. تشریفتان را کدومتان را خوش آمدید. و امروز خب تماشابینان عزیز ما چند ساعت استاد در مهمانی ما و شما هستند و هرچند امکانی دارید میتوانید با ما در ارتباط باشید، چه طریق صحبت تلفنی چه طریق ارسال پیامک ها امکانی دارید با استاد در صحبت ایستاده باشید. و چون همیشه سوالی که ما آغاز میکنیم استاد از آن است که سفری شما از دوشنبه تا به خوجند طریق طیاره بود یا ماشین؟ همراه ماشین اومدم. وقت همراه ماشین میایم. بسیار خوبه بود. راه‌ها چگونه بودند؟ بسیار برای آن نفرانی که همیشه راه بسیار پیوند دارند کارشون. وقتی که 4 صبح وقتی که خستم از خودی همون پایتخت تا همین خودی خوجندی باستانی یک هوایی بسیار فارم بود، باران میبارید و بعضی برادرها و بعضی همکسبا گفتن که باران است. من گفتم نه، من همین نیت کردیم من خدا خواهد امروز خوجندی باستانی میشم و خوشبختانه. چند ساعت در راه بوده؟ بسیار
4 ساعت به هم کشیدم. این چکل دورای پیش 5 6 7 ساعت می اومدید. حاضر بسیار شکرانه استقلالیت، شکرانه آبادی تاجیکستان عزیز که همین 4 ساعت به من وارد خوجندی باستانی شدم. تشکر زیاد. خب در برابر اونی که ما هرچند میخوایم استاد سوال‌های خیلی زیادی من دارم که از شما پاسخ گرفته باشم، لذا در یک نوبت اول ما میگویم همیشه صحبت ما برای بینندگان آزاد است. میگه البته روحشان کشاده چون زنگی که از ما حتما پیوست میکنیم. و اینجا یک الان بیننده عزیز 4055 ما در خط علاقه ایستادن. روز بخیر باشه تماشابین عزیز، مرحبا شما رو گوش میکنیم چون امکانیت است. السلام علیکم. السلام علیکم. صبح بخیر باشه تماشابین عزیز. صبح شما نیست بخیر و شادی باشد. سر اول قدمی خجسته این سرآینده این استاد را به این بارگاه سر مقدم گفته از ایشان سوال کردنیم که از تاریخ سرودی ای خداوند را هیچ کس را بر ناکس محتاج نکن. پیش نامرد ننشینم نان نامرد نخورم، دوست بزار دشمن بخار نامرد محتاجم مکن. خواهر عزیز در این صبحی بسیار پرفضل من میخوام که شما هم همین فقط مرد محتاج کند نامرد محتاج نکند. الهی این سرودی شما دعایی نسلی کهن و نسلی حاضری خلق تاجیک برای ما است. سلامت باشید. میخواستم کمی باشد از این سرود سرایده خاطری ما را شاد میگردانید. پدر را عقدان و نفس مادر، پدر را عقدان و نفس مادر، مرنجان این دو کس را ای برادر، ای برادر خاکی پایت توتیا، گر تو ما را دوست می داری بیا. اعتقادی ما و تو در زندگی بعدی مردن خب بیایی خان نیا. از مرد ماند آب و گیل، از نامرد ماند درد دیل، از نامرد ماند درد دیل. التجا دارم زی تو دنیای فانی گوش کن، رزق مردان را رسان و عیبشان رو پوش کن. پیش نامرد ننشینم نان نامرد نخورم، دوست بزار دشمن بخار نامرد به محتاجم مکن. دوست بزار دشمن بخار نامرد به محتاجم مکونه. تشکر. سلامت باشن. تشکر زیاد بیننده عزیز و البته تماشابینان عزیز و ارجمند. گفتیم چون این صبح است باز آغاز زندگی نو است، آغاز دیدار نو است، آغاز از آغازهای در زندگی است که هر یکی ما با شما با هم دیگر میگوییم صبح مبارک باشد، خوشنودی خوشوقتی جانب شما گردیده باشد. و ما باوری کامل داریم بینندگان عزیز هر یکی شما از زمره آن انسان‌های نیکدلی هستید که همیشه دست یک نفری را در زندگی میگیرید، همیشه سخن خود را مصلحت خود را از یک نفر دریغ نمیدارید. و از خاطر نبراریم که یک فکر ما، یک اندیشه ما، یک مصلحت ما میتواند باعث موفق گردیدن یک نفر دیگر در زندگی باشد. به این خاطری که ما هر صبح برنامه را آغاز میکنیم، به خاطری که ما هر لحظه زندگی را تا آنی که بهر شما گوییم یک صحنه خوب و خوش و خاطرمان فراهم آورده باشد میگوییم هیچگاه باوری را از قلبهایتان دور مسازید، چون باوری است که ما با شما را قدم به قدم و زینه به زینه به نقشه و آرزوهایمان میرساند. چون آن شیرین سخنی های ما با شما است که همیشه دوستان را با ما با شما سرجم میگرداند. پس اینجا بیننده عزیز السلام علیکم میگویم، صبح بخیر باشد. سوالی داشته باشید استاد هر دم هر لحظه آماده است که با شما در صحبتی باشم. خب مرحمت گوش میکنیم شما را. فکرم اینا با خوشنبان اقیو که هستن و همین قریبه ها خوشنبان رو میبینیم. خب استاد خیالم با کانسر داریم میام دیگه. سلامت باشید مادر جون عزیز. البته روز 21 ساعت 14 من کلی مادرانی شهر خوجندی باستانی، کلی مادرانی
ولایت سوخته در تئاتر کمال خوجندی انتظار هستم برای مادران عزیز، برای تماشابینان عزیز. من امتحان میسپارم، سرودهای نو گوش میکنن همراه فرزندک عزیزم. برای مخلصان عزیز درباره وطن، درباره مادر، درباره عشق محبت امتحان میسپارم. اینجا با استاد میخواستیم هرچند سوالهای زیاده، من در بالا علاقه چند مرتبه گفتم سوالهای زیاده داشتم، میخواهم از شما پاسخ گرفته باشم، لکن اینجا زنگ پیوسته تماشابینان نمیگذارد که چون نوبت را جانب خود، وقت را جانب خوب گرفته باشم و البته این ما وقت را جانب شما بینندگان عزیز می سپاریدیم. مرحمت گوش میکنیم. السلام علیکم، درود، صبح بخیر باشد. مرحبا، السلام علیکم. و خب تشکر زیاد وقتا زنگ میزنید، این هم خوشنوده است، این هم ما را شاد از آن میکند که باز یک بیننده عزیز و شرمگینی ما صحبت ما را تماشا میکند، چون زنگ میزنن وقتی پیوست میشود ممکن است چون وقتی آنی است که اندیشه ها را سرجم کرده ایستاده باشند. مرحمت گوش میکنیم شما را بیننده عزیز. و اینجا من خب استاد پرسانی آن هستم که وقتی در صحنه هنر آمدید و بیشتر هنرمندان میگن وقتی پس از گذشت چند ساله ها روی صحنه می آیند بیشتری آنها از عائله های هنرمند هستند. یکی میگویند بابای من زمان بیبی هم نقل میکنند یا پدر یا مادرم نقل میکنند، یک دوتاری داشتند و خود کنج خانه می نشستند سر دسترخوان، یک صدای زیبا صدا میداد، آهنگ زیبا صدا میداد و صدای خوش بابا تا امروز چند ده ساله ها سپری گردیده است، هیچ از گوش من نمی رود. و امروز که از نبیرگان اون پیروی بابا یا پدر خود را گرفته، امروز آیا در واقع هم قابل جان ظریف و نظر عائله هنرمند تولید شده است یا اشتباه میکنه؟ نه، دیاری ما بسیار یک دیاری زیبا هست. تاجیکستان زیبا هست، دیه هاش زیبا است و من شکرانه میکنم که از یک دیه بوایه رسیدم، از پیراز، از استاد عزیز مهربان، استاد هنرمند اتحاد شوروی، استاد جوروی مرادوف. در یک دیه بوایه رسیدیم و وقتی که استاد عزیز مهربان پدری معنوی من می آمدن همه وقت دعا می دادن و از همون کس دعا گرفتم و امروز بسیار سرفراز هستم که دعای استاد مستجاب شد. کمی باشدم من سرودهای من در دل مخلصای عزیز مهربان جا شد و در ولایت ختلان میرم، وقتی که سرود میخونم مادرای عزیز، جوانای عزیز من پیشواز میگیرن، در خوجند باستانی پیشواز میگیرن. این همش بردی من همین دعای عزیز مهربانی استاد عزیز مهربان استاد جوروی مرادوف هستند که امروز من کمی باشد سرودهای من در دل شنونده های عزیز، در دل مخلصای عزیز جا شد. خیلی اگر استاد اهمیتی داده باشه، چون ما برنامه رو نیز آغاز کردیم با گذاشتن یک سرودی بهترین استاد خزانریز بود و سالهای گویم 1960 و 70 سروده شد. اگر اشتباه نکنیم، اگر بناگاه پیوندان استاد یا خود استاد تماشا کرده ایستاده باشه، منظرت میپرسیم اگر بابت سال کمی اشتباه کرده باشیم و امروز همراه فرزندش کمی باز هم زیباتر و خوشتر برآمده است آن سرود. و بیننده عزیز السلام علیکم، صبح بخیر باشد، شما را گوش میکنیم. مرحمت. السلام علیکم. و خب در واقع هم ما اینجا کوشش میکنیم که با هر یک بیننده در صحبت ایستاده باشیم و تماشابینان عزیز معذرت از هر یک شما میپرسیم، ما همگی امکان داریم 3 ثانیه شما رو پیوست میکنیم، وقتی خاموشی رو انتخاب میکنیم باقی نمیتوانیم ثانیه ها شما رو نگه داشته باشیم. السلام علیکم، مایل روز بخیر باشه. السلام علیکم. السلام علیکم. مرحبا، صحبت بکنید با مخلصی خیش. صبح بخیر. صبح شما هم بخیر باشد. الله سلامت باشید. من یکی از مخلصای شما هستم در شهر دوشنبه. قریب که همه کنسرت‌هام اشتراک دارم. سلامت باشن. من با شما فقط بلبوری ضروری کار فقط همین چه خوشدار هستید مسلمانی. سلامت باشید برادر عزیز، سلامت باشید. ضروری کار 22
دویم کنسرت دارم 21 ساعت 14 حتما با عهد اویلا من افغان اشتراک کنم. سلامت باشید استاد عزیز، سلامت باشید، سلامت باشید. سلامت باشید برای کار. سلام، رحمت. و اینجا استاد چون گفتید زیاده از 26 سال 26 سال میشه و در یک جا کار میکنید، در یک جا فعالیت میکنید، با یک کارمندان گوییم همیشه صحبت میکنید. اگر گوییم وقت شما در زندگی گوییم بیشتر در آنجا رفته است، در جای کاری رفته است. بسیار فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام اکا شریف جوره بسیار جای مقدس است. استاد جوربی چندین سال کار فعالیت کردن. زنده یاد استاد ظفر ناظم، آدینه هاشم و امروز راهبری فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان، هنرمندی مردمی جمهوری تاجیکستان حاجی افضلشاه شادیوف راهبری ما هستند. در آنجا برای من حق استادی دارند. هنرمندی مردمی جمهوری تاجیکستان خواستی زرافشانی در آنجا کار فعالیت میکنند. رحمت الله هاشم فرزندی عزیزی مهربانی استادی عزیز زنده یاد آدینه هاشم کار فعالیت میکنند. جوانای مثال که سال جوانا هست، چندین جوانایی که بسیار لیاقتی خوب دارند کار و فعالیت میکنند. و این باز میگم که من بسیار شکرانه میکنم که از این سه استادی عزیز، استاد جوربیک مرادوف، زنده یاد استاد ظفر ناظموف، آدینه هاشم دعا گرفتم. و این خوشبختی شما نیز البته از پیر دعا گرفتنم یک دولت. بهترین اندیشه از استاد. و خب بیننده عزیز السلام علیکم، روز بخیر باشه. شما را گوش میکنیم. مرحبا. السلام علیکم. السلام علیکم. مرحبا پدر عزیز. صبح بخیر به شما. صبح شما هم بخیر باشد. شهر باستانی خوجا. تشکر. استاد، من از شما یک چیز پرسیدنی. خوب. وقتی که جوان بودید نه و به صحنه برآمدگی بودید، شما خاصیت زرافشانی کردی با رحمان و بی ریحان. قربان سلامت باشن. همون به اگر علاجش باشد کمتر زمزمه میکردی. بسیار خوب. سلامت باشید. تشکر ایجا. و اینجا استاد من میخواستم منظرت میپرسیدم کمی به انامین اندیشه پدر کمی فکری لو میکردم مقابل نباشید. و یک گفتاری خیلی معمولی هست که بیشتر پدرهای ما، مادران، بابا و بیبی های ما استفاده میکنند و هم مثال میآورند. یک هنرمندی را میگیرند که از لای کلوله میریخته است که در دهات بیشتر بود و امروز نیز کم کم به نظر میرسند. و یک فرصتی میشود چون اونجا سرگرمی کار بود و ناگهان یک نفر گویم یک سرودی را از اونجا هم کلوله میریخته است، هم یک سرودی را زمزمه میکرد. به فکرم میدماند این به خاطر شما سلامت باشن. به خاطرتان آمد. میتوانید ادامه داده باشید. البته وقتی که خواستی زرافشانی همین شعر را میخواستن، اول با ما میخواستیم که همراه انسامبل خونیم و همون سالا عقبه ها محکم بود. من خواستم که دیار بیایم مادر زیارت کنم و وقتی که دیار آمدم از اونجا زنگ زدن که اگر همین روز تاریخ این سرود همین روز اگر بیایید در خانه رادیو ثبت میکنیم، نبینید که من از خورتی که آوازخوان هستم. من شکرانه میکنم که خدای تعالی همین کسب با من داده است. از همونجا واردی پنجکیتی باستانی شدم. سملات می بود پنجکین می فرامد، هوا کمتر خیره شد، سملات سمرخان فرامد. وقتا سمرخان رفتم. خلاصه من واردی پایتخت شدم و ساعتی 6 بیگاه حیران شدن. راستی زرافشانی استاد عزیز حیران شدن که چه خدمت شما. من گفتم سرود بزرگش ببینید، دل بزرگش ببینید که من همین تکلیف کردید آمدم. همین سرود خواندیم تا حاضر این سرود در دلی از کلانسرا از پدر و مادرها سر کرده تا یاشا من بابا رحمان میگفتن، اونکسه بی ریحان میگفتن. و این ببینید که در تمام
گوشی دیار تاجیکان این سرود بدلیت همه جایی که جاشو. و متن چگونه بودن استاد؟ چگونه آغاز می شدن سرود؟ این شبی تابستون بی ریحون مرمتون بازار به خیلی ارزون بی ریحون مرمتون چای تلخ دم کرده بی ریحون مرمتون تکلیف کنید خونتون بی ریحون مرمتون بابا رحمان بی ریحون مرمتون بابا لغمان جون. تشکر زیاد. شما من تکلیف کردید. رحمین سلامت تشکر باشید. زیاد استاد عزیز. سلامت و باشید. در واقع هم بینندگان عزیز یک امکانیتی است، یک فرصتی است که هر یک شما با استاد هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان آوازخوانی فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام اکاشریف جوریف و استاد خوابی جان ظریف در صحبت ایستاده باشید. مرحمت، صبح بخیر باشد. بیننده عزیز شما را گوش میکنیم. مرحمت، السلام علیکم. و خواهش میکردیم کمی صدای آینه نیلگونی خود را پستر میکردید یا کمی مسافه را از نزد آینه نیلگون نگه میداشتند که ما صدای همدیگر را، صحبت همدیگر را بی ناقصی فهمیده باشیم. برای فهمیش شما خیلی عرضی سپاس میکنیم. مرحمت، گوش میکنیم شما را بیننده عزیز. مرحمت، السلام علیکم. صبح خیر باشد تماشا بیننده عزیز. همین وقت سلام بود. مرحمت. جربک نبی و سرودی موضوع خواندگی سلامت باشم. جان فدای جانی مادر می شوم، جان فدای جانی مادر می شوم، گردی خاکی پای مادر می شوم. مادرم غشتی امیدی من نهاد، من عصای دستی مادر می شوم، من عصای دستی مادر می شوم. تشکر. سلامت باشند. صبح خیر باشد بیننده عزیز. درود جانب شما باد. مرحمت. السلام علیکم. سلامت باشید. ما همین از دوده نوعه هایی کمکانه جانتا همین دکتر سمجه نوعه کشی همساری مو اصلا دستان جمعی بگیر سلامت باشید. سلامت باشید. خیلی مو همین همین موز وقتشون داشتنده کام میکنم فیلارمون از بوم میخورده. سلامت باشید. وقتی بسار باشیدی کنشی من یک سومرخانی برم همین یافته ایستم کنم. سلامت باشند. سلامت باشید. اونا هم کشیواسته نگره یه هوا بسیده همون سرودی همداری سرگیده دارم دیدن. سلامت باشید. من شما روزی 21 دعوت میکنم. البته این سرود پیشکشی مخلصان میشود. مادری شب زنده دارم زنده باش، مادری شب زنده دارم زنده باش، قوه زور مدارم زنده باش. گرمی های خانم از مهر توست، آفتابی نور بارم زنده باش، آفتابی نور بارم زنده باش. سلامت باشن. مرحمت. همین سرود گوش میکنید. همان خدا خواهد روز 21 پره این سرود برای مادرای عزیزی مهربان پیشکشی مخلصان میگردانم.
مادری شب زنده دارم زنده باش. مادری شب زنده دارم زنده باش. خوی زور مدارم زنده باش. گرمی های خانم از مهری توست. آفتابی نور بارم زنده باش. گرمی های خانم از مهری توست. آفتابی نور بارم زنده باش. چشم‌های تیرت پر نور باد. ای چراغی خاندانم زنده باش. در رهی علم و ادب پرورده‌ای تا ابد. ای افتخارم زنده باش. در رهی علم و ادب پرورده‌ای تا ابد. ای افتخارم زنده باش. حرفی اول رازی تو آموختم. اولین استادی کارم زنده باد. روزی عیدت مادری غمخواری من. پیشی پایت سرگذارم زنده باش. روزی عیدت مادری غمخواری من. پیشی پایت سرگذارم زنده باش. پیشی پایت سرگذارم زنده باش. پیشی پایت سرگذارم زنده باش. تماشابینان عزیز و ارجمند بار دیگر برای هر یک شمایان رسیدن صبح را مبارک میگویم و اینجا طول چند دقیقه بود با یک مادر عزیز و مهربان استاد در صحبت بودند. یک صحبت خیلی عجایب هم بود استاد. سلامت باشن مادرای عزیز، سلامت باشن. من شکرانه میکنم که همین دعای مادرها مستجاب شد. باز میگم دعای استادای عزیز مهربان مستجاب شد که امروز سرودی من در دل مخلصا کمی باشدم یا شدگی است و شکرانه میکنم که منم مخلص دارم. بله. سلامت باشید. ما چون یک نقطه دیگری را میگوییم بینندگان عزیز، وقت روز گذشته ما با استاد در صحبت بودیم و استاد شوخی آمیز گفتن که خب بخوان جان
من در خوجند نیز آیا مخلصی داشته باشم؟ آیا نفری هستن که با من صحبت میکردن باشن؟ باشید. من استاد را باور کناندم، گفتم استاد در هر سخن شما گفتم، در هر یک سخن شما گفتم زیاده نکم از 10-12 مخلص دارید و حتی ساعتی ما کفایه نمیکند که با مخلصانتان در صحبت ایستاده باشید. چون این بود استاد. البته نه که این صحبتی که مادر خطی کردم، این اشکایی که مادر ریختن، خدا کند که اشکی شادی باشد. فرزندگی عزیزشون میگفتن که وقتی که ما همراه شما گفتیم که ما البته رفته دعا میگیرم، گفتن که فرزندی بیمار دارم، من دعا میکنم که فرزندکشون صحت سلامت شود، در قناعت مادر باشد. مادر بسیار بزرگ است. این بزرگی مادر بینید که صبحی بسیار پرفسق دی آب دیدی خطی سرودی من در دلشان جا شد که آب دیدی مادر ریخ. بسیار دردکای دل کردن. خدا عمری مادرای تاجیک دراز کند. زنده باد تاجیکستان، زنده باد آبادی تاجیکستان، زنده باد مادری تاجیک. بهترین سخن است استاد. صبح خیر باشد بیننده از مرحمت شما را گوش میکنیم و اینجا چون پیامک ها نیز به عنوان برنامه رسیده ایستاده است، ما اونها رو نیز پیام بینندگان قرائت میکنیم. مرحمت در نوبت اول با شما در صحبت هستیم بیننده عزیز. سلام علیکم. بخیر باشم. خیلی خوشحالم از دیدار استاد در شهر خوجند در برنامه سوسیدیا. سلامت باشید. استاد شما خیال نکنید که من مخلص ندارم. در شهر خوجند در تمام جمهوری تاجیکستان مخلصان جوان شما بسیار هستند و من از آن روزی که شما را از کردی هم میشناسم و صداهای شما را گوش میکنم. سلامت باشید. سلامت باشید. از همون روزها مثلا 15 سالها 20 سالها گذشته همون سیمای شما همون سیما است و شما نیست قطاری ما حالا هم جوان هستید. سلامت باشید. و من وقتی زیاد شما رو بسیار نمیگیرم و یک سوال یک خواهش داشتم. سوالی من همین است که شما چندی سال میشود که در جاده صنعت یک محافظی خوش‌آواز یک سراینده بهترین هستید، اما خوب جانداری بود سلامت. همین روز آمده رسید و لیکن چه جای ترس دارد، چه جای حراس دارد از زندگی از همین راهی صنعت. سلامت باشید. من از صنعت یگان ترس ندارم. من از خوردی دعای عزیزی مهربانی استاد جوربی که گرفتم، من باز میگویم که تکرارم شاید از یک دهه هستیم، این برای من یک خوشبختی است. دعای استاد گرفتم، یگان تر در ساحه صنعت یگان ترس ندارم و شکرانه میکنم از همین خوردیم خدای تعالی با من همین یک گنجی بی‌بهای داد. همین بسیار یک آواز داد که امروز با همین آواز در دل دیدی مخلصان عزیزی مهربان، مخلصان تمام مردمی تاجیکستان و امروز من با سری بلند میگم که من سرودی منه در خوجند باستانی گوش میکنن، در ولایت ختلان گوش میکنن، در بدخشان گوش میکنن و این برای من بسیار خوشبختی است و آینده باز برای ملت عزیزم، برای مخلصای عزیزی مهربانم با سرودهای نو و نو همراه جگربند عزیزم کامل جان در خدمت مخلصای عزیز هستیم. استاد تشکر زیاد، خیلی از جواب‌ها خوشحال گشتم و امروز شما را نزدیک در تاجیکستان آواز بهترین شما، سرودهای بهترین شما را از تاجیکستان بیرون و حتی مردم ترکمن، مردم ازبک و مردم قرقیز هم گوش میکنم که باوری دارم و در شبکه اینترنت هم شاهد شده بودم. خواهشی من همین است که یک پارچه سرودی زرافشان قرائت می‌کرده، چون که شما خود زاده زرافشان هستید. سلامت باشید. من زاده تاجیکستان عزیز هستم، زاده تمامی دهه تمامی ولایت تاجیکستان هستم و شکرانه میکنم که تاجیک هستم. از تاجیک بدونم من بسیار فخر میکنم. من خارجی ندیدم، دیگه تمامی دههای تاجیکستان برای من یک خارجه است و دین وقتی که باز میگویم لغمان جان وقتی که ما یه تکلیف کردن، من ساعت 4 صبح وقتی که همین از پایتخت از فرزند عزیزم، از عائله عزیزم، چون که تمامی پست و بلندی آنها در تمام پست و بلندی آنها همراه من هستند
وقتی که دیدن که هوا کمتر، چه گویم بکنم، هوای تاجیکستان همیشه خوب است، بارانش هم خوب است. تاجیکستان چه گویم همین آبش، وقتی که همین تونل های میگذشتم چشمه های میدیدم، باور کنید دوری همین چکلی در خشلاق که به وای رسیدم همین جو میگذشت، من خم شده اما از اون آبکاش میخوردم و دینه آبهای تاجیکستان رو بینید، آبها خوردم. بعضی وقت میگم که مثال آب نخورد که آب، البته آب نه که آبی وطن، آبی تاجیکستان عزیز آواز چینگز میزنونه. خیلی گفتم چه بیام قربان داشتم. برای مخلص عزیز میگم که دریای زرافشان از تو آبم میباد، دریای زرافشان از تو آبم میباد، در سایه برسکات شرابم میباد. ناشکری گر از آبی زلالی تو کنم، یا مرگی ابد یا زیری خاکم میباد، یا مرگی ابد یا زیری خاکم میباد. دوامش روزی 21 گوش میکنید برادر عزیز. البته من شما در تئاتر کمال خوجندی انتظار میشوم. تشکر زیاد استاد عزیز. و اینجا یک پیامی که آمده از 0171 از شما سوالی کردن، پرسان شدن 2 نفر را و اینجا گفتن سلام علیکم، سالهای دانشجویی ما در فیلارمونیا قربان صادق و سید میرزا نرزیف فعالیت میکردند. حالا آنها در کجا باشند؟ کمی معلومات میدید. همراه ما هستند. من معلم شریف زاده از شهر چیکالا. سلامت باشند. همراه ما هستند استاد قربان صادق، استاد سید میرزا نرزیف در فیلارمونی کار فعالیت کردن، دعا میتین. و وقتی که من میخواستم که یک روز پیشش دعای آنها گرفتم و دعای آنها مستجاب شد که صحت سلامت منه امروز همراه در صبح دیار، در صبح خوجند باستانی همراه تماشابینای عزیز هستم. و اینجا استاد عزیز البته من سلامی برادری عزیزی میرسونه با استاد عزیز میرسونم. و 73 سلام، التماس من با استاد وا میخوردگی از پیشی التماس برای من خیلی ضرور. و اینجا گفتن رقم تلفنی مرا میدادید. سلامت باشن. و امکانیت دارید با مخلصان در روی برو صحبت کرده باشید، وا خورده باشید، وعده میکنید به این نفر؟ البته من رقم تلفنشون را برای شما پس از برنامه حتما میدم. مرحمت با میخوریم. و اینجا باز پیامک دیگری آمده است 6770 همون سرودی بعد از سری من ای پسر ناله مکن جانی پدر، بر سری قبرم هر سحر یک فاتحه خوان و گذر. مرام کمی با ترزی. ای پسر خواهی اگر روحی پدر شاد کنی، خانه ویران شوی هم گوری وی آباد کنی. دل سوخت اگر قدری شرر دانستیم، قدری دلی مادر و پدر دانستیم. بعد از سری من پسر ناله مکن جانی پدر، بر سری قبرم هر سحر یک فاتحه خوان و گذر. بر سری قبرم هر سحر یک فاتحه خوان و گذر. تشکر زیاد دوستان. سلامت باشن. و ارواح پدرایی که در مابین ما نیستند، ارواحشان شاد باشد در این صبح دیار، در این صبح بسیار زیبای تاجیکستان. و پدرای عزیزی که در حیات هستند عمرکاشان دراز باشد. از نام شاعر میگم که ای کاش پدر عزیز و جانم باشی، زوری دلی نوری دیدگانم باشی، چون روح عزیزان و بزرگان خدا از جمله بلا تو پشتیبانم باشی. خواهم همدم ساق و سلامت باشی، 100 ساله شوی پیری بدولت باشی، 100 ساله شوی پیری بدولت باشی.
تشکر زیاد استاد عزیز. و سلام چون کمی پیشتر وقتی بخش رکلام ها یک سرود یک بیننده گفتن که استاد خواهش میکردم چند مصرع زمزم میکرد، زیرا انمی من متنهای شعر رو روی سنگ مزار پدر نوشتم. و خب بیننده عزیز السلام علیکم، روز بخیر باشد، شما رو گوش میکنیم. مرحبا. مرحبا، السلام علیکم. سلام علیکم. صبح خیر. صبح شما هم بخیر باشه. من مخلص اشاری از خیلی قابل جان. سلامت باشید برادر جانم، سلامت باشید. من اینا رو از دوری همون پیش نقض میبینم، دوست میدارم. سلامت برای باشید. که آواز زنده میخونم سرودی درباره پدر مادرشون بسیار سرودهای تحصیل بخش و میخوام که یک فاتحه همون سرودی هرگاه کنم یادی پدر و لرزمی آید دلم گویا که لرزم می شود هر سنگ چوبی منزلم. هرگاه کنم یادی پدر بر لرزم آید دلم گویا که لرزان می شود هر چوب و سنگی منزلم. گویا که لرزان می شود هر چوب و سنگی منزلم. از خانه من اما پدر یک برده نان ناخورده رفت تا اینکه من آدم شوم درد و غمم را خورده رفت. تا اینکه من آدم شوم درد و غمم را خورده رفت. هرگاه کنم یادی پدر بر لرزم آید دلم گویا که لرزان می شود هر چوب و سنگی منزلم. سلامت باشم. تشکر زیاد. و تشکر زیاد میگم استاد. و جمعان گفتم پیامک و پی هم نیز آمده ایستادن، ما باور میکنیم همه پیامک های شما رو قرائت میکنیم. 2532 یک سوال یک پیشنهاد استاد. سلام، فکر و اندیشه شما عائد فعالیت صنعتکاران سوخت زمین چگونه است؟ خواهش میکردم یک دو رباعی زرافشانی میخوانید. سلامت باشن. در فکر من بسیار خوب است. امسال سال جوانا هست. بینید که خیلی بسیار جوانای خوبی داریم، آوازخوان‌های خوبی داریم که امروز در تاجیکستان عزیز، بیرون از تاجیکستان صنعتی تاجیک معرفی میکنن. فکر من خوب است. من چی خیلی گویم میتونم وقتی که روبروی کلی هنرمندان جوان میشم بسیار من حرمت میکنن، من میگویم که من حرمت میکنید، شما خدا حرمت کند. این آواز خدای تعالی میدهد. بله. و بسیار خوب است. آینده میخوام که جوانا بسیار با صنعت تاجیک پیش برند. جوانای خوبی داریم که در ساحه صنعت تاجیک پیش میبرند. بابتی درخواست ها باشد کمی دیرتر می ایستادیم اگر مخابی نشد چین پیامک دیگر رو من برای شما قرائت میکردم. 0890 سلام استاد، میخواستم سرودی حیفی فرزند را خوانم. و البته اینجا ما چون علاقه گفتیم بیننده عزیز دو سرود شد به طور چند مصرعی باوری کامل دارم استاد مقابل نیستید. و 66 صبح بخیر، میخواستم قابل جانکا از تاریخ سرودی دختر اورمیتن معلومات میدادند. سلامت باشن. استاد مرحبا. سلامت باشین. شب این بیگاه یک برادر عزیز مهربانی من، یک دوستی من از دهه اورمیتن هستن. بدخشان جان یک جا یک پیوله در شهرک بوستان در طربخانه راحت شدیم، همونجا هم درباره همین سرود بسیار صحبت کردیم، سخن کردیم. اینه بینید که شعر از من تاریخش در همونجا گفتم و اینجا میگم که شعر از زنده یاد عبیدالله شیرین است که زاده یاوان هستن، یاوان بودن، یاوان هستن. و وقتی که یک بار در گزیت آیله کار میکردن، خانه آمدن همراه صحبت کردیم، میگفتن من با برادرتان خرسم مراد، برادر عزیز مهربان من، هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان، من امروز بسیار شکرانه میکنم که در پهلوی من هستند،
در قنات من هستن. گفتم من برادرتون به یک شعر داده بودم، دختر ارمیتنی. خلاصه باز گفتم خبید یک بار دیگه همین شعر به من پیشکش کنید. شعر را گرفتیم همراه شاگرد عزیزم سید احسان جان مقصود کار کردیم. من به اول طریقی روایتی زرافشان باره خوندم. وای برادر گفت که بیت همین طریقی خطلانی میکنیم، ریتمی خطلانی. همین خوندم و در دل دیدی مردم جا شد. حاضر باور کنید چندین سالا میشد که اگر من سرودی بی بی ریحان و بابا رحمان خطی سرود همراه استاد عزیز هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان خواستی زرافشانی من شناخته باشند و امروز با همین سرود مرا در کلی این شعر این سرود سرحد ندارد. در وادی زرافشان در خوجند هم میخوانم، در دل مردم جا شد. در ولایت ختلان حافظه جوان میخوانند. امروز من شکرانه میکنم که همین سرود بار در دل دیدی مخلصا جا شد. و در پیامک دیگری آمد از 5775 سوال سلام، یک سرود دختری ارمیتنی شود و البته چون ادامه صحبت بود 56 دختری ارمیتنی من جانم و تو تنی، دختری ارمیتنی من جانم و تو تنی، رشته عشقی مرا میکنی و میتنی، رشته عشقی مرا میکنی و میتنی. تشکر زیاد. و 5644 سلام، یک سرودی مادر خواندگیشان خواننده که التماس و البته تماشابین عزیز باوری کامل دارم که در روش صحبت اجرا خواهند کرد. استاد 1719 استاد سلام، خوش آمدید به سوغدی باستانی. در شهر بوستان یعنی چیکال کنسرت میمانید می آوازتون خسته نشود، حتما می آییم به کنسرت. تشکر بیننده عزیز. پاسخ شما. روزی 20 در طربخانه امیریان و روزی 21 در تئاتر کمال خوجندی ساعت 14 و ساعت 18 در طرفخانه، روزی 20 در طرفخانه امیرجان. من کلی مخلصانه انتظار هستم. و یک بیننده عزیزی ما طویل زیاد از 3 دقیقه با ما در خط علاقه ایستاده، البته منظرت میپرسیم و مرحمت شما را گوش میکنیم. روز بخیر باشد بیننده عزیز. السلام علیکم. تشکر زیاد، خیلی شاد هستیم از صدای شما. و سراینده امروزی مهمانتون کنیسیت خاطرزم آرزومندم. سلامت باشید. امروز مادری من در مهمانی ما آمدن، شما تماشا دارم، بسیار شما را دوست می‌دارم و مادری ما یک سروی مادر می‌خواندید. جز هوای تو هوای دیگرم، جز هوای تو هوای دیگرم، جز خیالی تو خیالی خوشترم، راه نخواهی یافت دیگر بر سرم، مادر جانم مادرم جان مادرم. بازگشتم از رهی دوری سفر تا به پیشی تو کشایم، بال و پر بود هر جا مهری تو بال و پرم، مادر جانم مادرم جان مادرم، مادر جانم مادرم جان مادرم. تشکر. مادرها سلامت باشند. از نوع من مادر عزیز سلام میگوید. مرحمت. من روز 21 در تئاتر کمال خوجندی کلی مادران کلی مخلصانی خوجندی باستانی انتظار هستم. چندین سرودهای مادر برای مادرای عزیز میخونم. ولی و اینجا استاد میگوید همزمان سرودهای نوی صدا میدید. البته و اینجا یک بیننده عزیز ما 0805 سلام استاد، یک دو مصرع از سرودی نوتان خوانید. از آب نانی خوانم شکرانه میکنم، از آب نانی خوانم شکرانه میکنم، از طفلکانی لانم شکرانه میکنم. یاران طلب نکردم سیم و زری جهان، با شعری جاویدانم شکرانه میکنم. از آب نانی خوانم شکرانه میکنم.
تشکر زیاد. سلامت باشند. روز بخیر باشد بیننده عزیز. شکرانه آبادی تاجیکستان، شکرانه تاجیکستان عزیز. شکرانه آن را میکنیم که با مخلصان در صحبت روبروی هستید. البته سلامت باشند. صحبت بکنید استاد. سلامت باشین مرحمت. السلام علیکم. سلامت باشین. خوب جان دارید رو باشید. باستانی خودم به امدادشان شما دید میگویم. سلامت باشین مادر جان عزیز مهربان. به شما کلاهای بلندی تنت را تمام دارم. سلامت باشین مادر. ما ارشدی سرطوی شما نگوشیم. همیشه تایی خانه داشته فرزندمون رو بگذارانیم ما. اگر ما وقت داشتگی بودیم یک دوستی رو دامده میخوندیم. مایلش مادر جان مایلش البته می بیام. و سراغی سلامت باشید مادر جان البته مایلش می بیام. سلامت باشید. سلامت باشید. مایلش البته رفته یک 4 تا نه یک 5 تا سرود میخونم. تشکر زیاد. مادر عزیز مهربان گفتن که از مخلصان اشدی شما بودند. و ببینید این تاریخی برگزاری بعضی خانه‌دارچه فرزندشان در روزی سفری شما در شهر خوجند برگزار گشت و اگر گفتن امکانیت دست میداد خوب میشد آمده یک دو سرود میخوندید و خانواده ما شریک میگردیدید. حتی نام طربخانه رو هم گفتن بگاه گفتن تاجیکستان. وقتی که مادری تاجیک من دعوت میکند من چی گفتم نرفته باشم خیلی سخنی اون که من زمین بمیمونم البته اومده یک 3-4 سرود البته مادر خرسان میگردم. باشه 50-10. سلام استاد عزیز، کی شما در صحنه هنری خوجند کنسرت میمانید که ما مهمانی شما شویم؟ 21 ساعت 14 در تئاتر کمال خوجندی ساعت 14 من مرحمت مهمانی من شوم. تشکر زیاد. و اینجا بخش کوتاه ریکلام و یک سرود است. پس از آن زنگ ها پی هم اومد ایستادن تا این لحظه های صحبت در ما در ارتباط بودند. با تماس بودیم نزدیک 100 نفر تماشابینا که امکانیت پیدا کردن که با استاد در صحبت ایستاده باشند و نزدیک 40 پیامک رسیده است. ما پیوسته همه اون را کوشش میکنیم که قرائت کرده باشیم. همراه برنامه را ادامه بدیم. سخنهای خوب میگم، شعرهای خوب میگم برای مادرای عزیز مهربان. البته ما شما تئاتر کمال خوجندی به ساعت 14 انتظار. سلامت باشین مادر جان. تشکر زیاد مادر عزیز. و اینجا بینندگان عزیز ممکن است که کمی یک قسم بینندگان ما به حیرت آمده باشند و این چگونه سرعت گرفته. وقتی ما چون یک سرود رو بینندگان مخلصان استاد پی هم در صحبت با استاد ایستادند و چون در روش صحبت فرصتی ما شد که ما برنامه را ادامه داده باشیم و روز بخیر میگیم به مخلص دیگر. سلام صبح بخیر. السلام علیکم. سلامت باشین. صبحتون بخیر. صبح شما هم بخیر. قابل جان ظریف دیاربکر آمدید میگم و یا به قلای بلندی صنعت همچنین فرزندشان به هم قلای بلندی صنعت میخواهم که فرزندشان صنعت قلای بلندی صنعت برسد. من و یایت همه ترودشان به مخلص من خودم از شهر خوجند مرحبا. سلامت باشید. دختری ارمیتنیه یک 4 مصره گشته تیهت بود. دختری ارمیتنی من جانم تو تنی، دختری ارمیتنی من جانم تو تنی، رشته عشقی مرا میکنی و میتنی، رشته عشقی مرا میکنی و میتنی. مادر جان عزیز دوام بشه خدا خواهد در تئاتر کمال خوجندی روزی 21 ساعت 14 گوش میکنید. تشکر زیاد میگیم. سلامت باشید. 17-19 استاد. سلام علیکم استاد. اگر توانید 4 مصرع سرودی برادرتان خرسان مراد را زمزمه کنید. عمرم گذرد جمع و پریشان گذرد، عمرم گذرد جمع و پریشان گذرد، از می به سمرقند و بخاراش بود کز پایگهی خاکی عزیزان گذرد. عمرم گذرد عمرم گذرد عمرم گذرد. تشکر زیاد. صبح بخیر باشد بیننده از مرحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. دیورانجه. بله. استاد احمدی کلون شما بیا. سلامت باشید. همین یکون تا سرودی
ای خدا جان پدر رو بر پسر محتاج نکن. خدا علم کلی مردمی تاجیکستان هست. تمام مردمی تاجیکستانی عزیز فقط مرد محتاج کند، نامرد محتاج نکند. التجا دارم زی تو دنیای فانی گوش کن، رزق مردان را رسان و عیبشان رو پوش کن. پیش نامرد ننشینم، نان نامرد نخورم. دوست بزار دشمن بخار، نامرد محتاجم مکن. هم اکای و هم اکا خویش و تبار با راه خود. ای خدایا هیچ اکا را بر اکا محتاج مکن. یک پدر 10 تا پسر را نوری چشمان میکند، شب نخفته روز نگفته آشنان می آورد. 10 پسر را بینگرید ترکی پدرشان کرده‌اند. ای خدایا هیچ پدر را بر پسر محتاج مکن. ای خدایا هیچ پدر را بر پسر محتاج مکن. پیش نامرد ننشینم، نان نامرد نخورم. دوست بزار دشمن بخار، نامرد به محتاجم مکنه. تشکر زیاد استاد. سلامت باشن. پیامی که دیگر رو قرائت میکنم و اگر مقابل نباشه چنین تصمیم میگیریم، یک زن یک پیامک. مقابل نیستید، یک زن رو خوب پیامک قرائت میکنیم. سلامت باشید. 4055 آیا مؤلف شعری سرودهایتان خودتان هستید؟ نه من همین حافظش کند، شاعر شاعرش کند. چرا چنین است استاد؟ چرا چنین است؟ خیلی موضوع ببینید کلی بعضی هنرمندای جوان، بله، من نمیخوام که یک روز از من رنج به عزت کسی در اصل خودم، آهنگ خودم، آواز خودم، لیکن من میخوام که همین شاعرای خوب داریم، کلاسیکای، ببینید حافظ، سعدی، بیدیل، لایق، زنده یاد، شاعرای خوب داریم، شاعرای معاصر خوب داریم که من میخوام که همین آوازخانه از شاعرای خودم استفاده برن. روز بخیر میگیم به بیننده دیگری که با ما تو 2 دقیقه با ما در ارتباط هستن. مرحبا، السلام علیکم. الو. لبای سلام علیکم. سلام علیکم. شما درست می‌ناسید؟ سلام تو درست. سلامت باشن، سلامت باشن. رحمتای کلام خدمت دادشای دادگاهتون حق بکن رحمت. از خداوندی که من طلب میکنم که 100 ساله شوید الهی. سلامت باشین مادر جان، سلامت باشین. تو دنیا باشد باشید الهی. همراه باشیم، همراه. دادر مهربان، من شما یا 15 سال که میشناسم. جدایم آوازتون شیرین، خورلای نه. سلامت باشین مادر جان. خسته نشوم. سلامت. روز یک شنبه مادر جان من شما اهل عائلتون وقتی من مرحمت برنامه کنسرتی دارم، مرحمت کمال خوجندی به ساعت 14 مرحمت من شما انتظار میشم. رحمتای کلام آوازتان احتیاط کنین، آوازتان جدایم شیرین نه. سلامت باشید مادر جان، سلامت باشید. رحمت، سلامت باشید. تشکر زیاد مادر عزیز و مهربان. و در صحبت بالای یک مادر عزیز گفتن که ما قابل جان ظریف را به دولت‌های بیگانه نمی‌دهیم. رحمت مادر، سلامت باشید. این یکی از برد شما نیز از خوشبختی شما است. توانستید با هنری خود، توانستید با انتخاب یک روش و اسلوبی خیش به دل هم پیر و برنا جای گرفته باشید. یگان سیری دارد استاد. چگونه توانستید به قلب هر مخلصان جای گرفته باشید؟ طریق دادن مبلغ یا چیزی دیگر؟ نه من شکرانه میکنم که بگو مخلص مبلغ نداده اید تا که شما رو مخلص کرده باشه. البته مخلصان به من مبلغ میدن، قربان باشم. من شکرانه میکنم که همین آوازی داد از آواز خداداد داد است که در دل مخلصا جا شد. من سرودای من در دل مخلصای عزیز جا شد. و باور کنید دین بیگاه وقتی که من تکلیف میکردید من گفتم پکه اون مخلص من به زنگ میزده باشد دیگه. من امروز باور کنید از خرسنده من نمیدونم پیش مخلصا به سری تعظیم فرود میبرم، پیش مادرها به سری تعظیم فرود میبرم
و شاعر میگود سجده می آرد به کویت زندگی، نور میگیرد زیرویت زندگی. زنده باش ای نوری درگاه و درم، مادر جانم مادرم جان مادرم، مادر جانم مادرم جان مادرم. من پیشی تمام مادری تاجیک به سری تعظیم فرود میارم، اما وقت سری تعظیم فرود میارم باز میگویم زنده باد تاجیکستان، زنده باد مادری تاجیک. بهترین سلامت باشن که امروز اوق مادرای عزیزی مهربان مخلصای ما بدین در خوجند بوستانی. من سری تعظیم فرود میارم باز میگم زنده باشن، عمرکاش دراز کنند. روز بخیر میگیم به بیننده دیگری که با مادر صبحشون بخیر باشن مادرای عزیزم. مرحبا، السلام علیکم. عزیز مهربان. الو السلام علیکم. السلام علیکم. سلام علیکم. من کابل جون در این شهر خوجند بوستانی آمدنشون شما دید میگویم. سلامت باشین. منم امام طرفای خودشون میخواهم که یک درباره پدرم یادم میشه من فقط درباره مادر باشه. سلامت باشید. اختری شبهای تارم ای پدر، اختری شبهای تارم ای پدر، مردی فردی روزگارم ای پدر. معنی رفتاری من باشی مدام، همچو خضر در کار و بارم ای پدر. در کلامت گل کند آدمگری، پندی تو باشد شعارم ای پدر، پندی تو باشد شعارم ای پدر جان ای پدر. تشکر زیاد استاد عزیز. سلام علیکم میگیم به بیننده نوبتی. مرحبا، شما را گوش میکنیم تماشا بینی عزیز. روز بخیر باشد. لقمان جان السلام علیکم. السلام علیکم مادری مهربان. قابل جان شما درست می؟ سلامت باشید مادر جانم. خوش آمدید. خدا بشکر. سلامت باشید. خدا بشکر. پیش همه ارتشی نامدار بودی. در روی ما حاضری یا شکوی قدری شما میرسن می؟ سلامت باشید مادر جانم. سلام. لقمان جان بچی خودم. سلامت باشید. سلامت باشید لقمان جان. سلامت باشید. من باید حاجی شوید. سلامت باشید مادر جان. روز یکشنبه و کنسرتتون بوده. سلامت باشید. اگه باشد من ایوره بگیرم میرم که جان. البته گیرید بید هم من برای هم شما سرودی مادر میخونم، هم برای ابریتون سرودی الله میخونم. یا سرودی الله تیار کردم همراه فرزنده که عزیزم امسال در عرفی سال جوانان وحدت 20 سالگی وحدت ملی کامل جان عزیزم دادا شد. قابل جان قابل جان سیمپاتیش نی بابا شد. سلامت باشید مادر جان. سرودی الله میخونم البته. سلامت باشید مادر جان. و تشکر زیاد مادر جان عزیز. ای جانی من شهبچه‌ام، ارمونی من شهبچه‌ام، یک گوشه دنیای من دورونی من شهبچه‌ام. علت میگم الله یا جونی بابا شله یا، علت میگم الله یا بچه جونم الله یا، علت میگم الله یا جونی بابا شله یا. تشکر زیاد. سلامت باشید. روز بخیر باشد بیننده عزیز. شما را گوش میکنیم. مرحبا. السلام علیکم. سلامت باشن. سلامت باشید. خواندم مایل 4 میسید که باز برای شما میخونم. سالشون را پرسیم چند ساله هستند یکی از مخلصان شما؟ چند ساله هستید الان اگر مخفی نباشه؟ وای 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 سلامت باشید. سلامت باشید. التجا دارم زی تو دنیای فانی گوش کن، رزق مردان را رسان و عیبشان رو پوش کن. پیشی نامرد ننشینم، نانی نامرد نخورم،
دوست بزار دشمن بخار نامردم محتاجم مکن دوست بزار دشمن بخار نامردم محتاجم مکنه. و خب سلامت باشن. و خب بیننده عزیز شما در صحبت هستید با ما؟ میتوانید چند مصرع از زمزمه کرده باشید چون استاد داوری بکنند. مرحمت. یعنی قربان سربلند ای خدایا بر پسر محتاج مکن. سلامت باشید سلامت باشید. انتظار بودید استاد؟ راست انتظار بودید؟ نه من باور کنید گپ ندارم دیگه چی بگم از هیجان نمیدونم چی سربلند باشد. ببینید 15 ساله نمیدونم 15 ساله بود 12 ساله بود ببینید که پیش نامرد ننشینم نان نامرد نخورم دوست بزار دشمن بخار نامرد محتاجم بکن. خدا کند که همین جوانک هم فقط مرد محتاج کند نامرد محتاج کند فقط مرد محتاج کند نامرد محتاج نکند. قربان تاشم. ببینید که من گفتم از هیجان درجه سخنا وای شد بسیار از دل جگر کش خوام. استاد یک مشاهده دیگری کردم در سیمای شما. پاسخ میگوید یا نه؟ سوال دهم یا نه؟ نه سوال کنم قربان شم. جوابشم داد سوالشم داد. و من اینجا وقتی شما انهمی دادره که عزیزی ما سرود رو زمزمه کردن من از حال شما یک چیز رو مشاهده کردم چون کمی با اندیشه نگریسته ایستاده بودم و دیدم که انهمان عشق در چشمان شما حلقه زدند. میگفتید چرا؟ میگفتید چرا یا نه؟ وقتی که مخلص سرود شما میخواند البته من اشک شادی ریختم. سربلند باشد سلامت باشد. تشکر زیاد استاد. روز بخیر باشد. بیننده عزیز شما رو گوش میکنه. مرحمت. السلام علیکم. مرحمت گوش میکنه. مهمان عزیز سلامت باشید. شما دیگه تشکر سلامت باشن. تشکر. کم نشوید. سلامت باشید. رحمت شما هم کم نشوید. و اینجا معذرت میپرسیم کمی صدایشون با ناقصی آمده ایستاده است و بیاد همراه یک سرود رو تماشا میکردیم پس باز چند لحظه های دیگر اگر استاد فرصتی داشته باشند چون با مخلصان اگر در صحبت هر حافظ میخواد هر نوازنده باشد سراینده چی استادانی باشند میخوان با مخلصان در صحبت ساعت ها ایستاده باشند اگر استاد یک اونجا وعدگی نداشتن امروز ندارن ما با استاد در صحبت میشویم و چند دقیقه های دیگر برنامه رو ادامه خواهیم داد. تشکر زیاد. گردم من از خداتون از مهر و از جفاتون گردم من از خداتون از مهر و از جفاتون گیرم درد و بلاتون مرم در پیش پاتون گیرم درد و بلاتون مرم در پیش پاتون گیرم درد و بلاتون مخلصای عزیز مرم در پیشی پاتون. تشکر زیاد استاد. روز بخیر باشد. السلام علیکم. شما را گوش میکنیم بیننده عزیز. مرحمت. السلام علیکم. السلام علیکم. روز بخیر باشد. روزتان بخیر باشد. تشکر عزیز. این مهمان عزیز کی هستن؟ یک بار دیگه ایستادم. سلامت باشید. قابل جان ظریف هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان. مرحمت مادر جان عزیز روزی 21 ساعتی 14 میبید باز در نزدیک هر که ما سرودای مادر میخونم سرودای عشق و محبت میخونم برای وطن عزیزی مهربانم تاجیکستان عزیز
سرودهای وطن میخوانم، امتحان میسپارم، بر از امتحان دفترچه امتحانی خود دفترچه امتحان گرفته میبینید، بعد بها میمونید. تشکر زیاد میگم. در واقع هم استاد ممکن است که بیننده ما ناپیوست شدن و مرحمت. روز بخیر باشد تماشابین از شما رو گوش میکنیم. مرحمت. السلام علیکم. روز بخیر باشد مادر مهربان. خواهش میکردیم کمی صدای آینه نیدون را پستر و مسافت کمتر رعایت میکردیم و صدای همدیگر، سوال و جواب همدیگر رو به ناقصی با صدای خوب و خوش گوش میکردیم. مرحمت. تشکر برای فهمش. ادامه میدیم صحبت رو. السلام علیکم. سلام علیکم. من هم میخواهم همراهی پسرتون یک شعری مادر را خونیم. البته روز 21 ساعت 14 همراه فرزند عزیزم جگربندم کامل جان، البته ما برای مخلصان عزیز سرودهای نو پیشکشی مخلصان میگردد. من شما همونجا همراه فرزندم البته یک سرود مادر برای کلی مادرای عزیز مهربان میخوانم. تشکر زیاد میگیم. السلام علیکم. روز بخیر باشد بیننده عزیز. مرحمت شما رو گوش میکنیم. خب تشکر زیاد. و ما اینجا گفتیم هر لحظه آماده هستیم که با هر یکی شما در صحبت ایستاده باشیم. هرچند ما الان نگریستیم دقیقه های فرصت برنامه ما به انجام رسیده است و 3 دقیقه 4 دقیقه دیگر ما الان بیرون از برنامه رفته ایستادیم از ساعت برنامه. و روز بخیر باشد بیننده از مرحمت شما رو گوش میکنیم. خب تشکر زیاد. این هم خوب از وقتی گوش میکنی و زنگ میزنی و خاموشی رو انتخاب میکنی، ما نیز خیلی شاد میکردیم. روز بخیر باشد شما رو گوش میکنیم. مرحمت تماشابین عزیز. السلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. من میخواستم با استاد قلجان ظریف عمری دراز اول سلامتی. سلامت باشید مادر جان. سلامت باشید. چنان وزبینه که در بین خلق زبان یافتن و مهر یافتن و جا کردن در دل مخلصان این یک عذاب شدیدترین است. میخواهم با این سرشان بلند باشد. سلامت باشید مادر جانم. سلامت باشید. دائم سرودهایشان چنان روان باشند که من هر یک مخلص، هر یک بیننده، شنونده یک حسیات زندگی، جوانی، عاشقی را حس کند. سلامت باشند. سلامت باشید. همین قدر گفتنی بودم. اگر التماسی مرا به نظر گیرن یگان سرود از بچه های کوهستان، چون که این کس هم در کوهستان در کوههای بلند تاجیکستان سلامت باشید. سلامت تولد باشید. شده به وایه رسیده. هر کسی دم هم که یک درختی سبزنهال با آواز زنده اگر سلامت باشید مادر جان عزیز. شکری هر یک پاره نام میکنم، شکری هر یک پاره نام میکنم، شکری خاکی تاجیکستان میکنم. تاجیکستان این دل و جانی من است، شکری هر یک خانه آن میکنم. شکری خاکی تاجیکستان هم میکنم. تشکر زیاد. سلامت باشن. هرچند میخواستیم صورتا تا آخر صدا داده باشه الله. متاسفانه فرصتایی که ما داریم همونجا لقمان جان یک مخلص یک شعر پیشنهاد کردن که حیف فرزند که بی ناموس و بی عار شود، وقتی پیری پدر و مادر او خوار شود. همین سرود یک شعر مثل چه باشد چرا نه باشد. درختی عمری انسان را یقین حاصل پسر باشد. پسر هم با ادب گردد، پسر هم با ادب گردد که استادش پدر باشد. پدر غمناک و هم مادر زی فرزندان ناقابل، پدر خوشنود می گردد پسر صاحب هنر باشد. زی فرزندان بی ناموس پدر خوار می شود افسوس. ولی فرزندی با ناموس به مانندی سپر باشد. ولی فرزندی با ناموس به مانندی سپر باشد. حیفی فرزند که به ناموس و به عار شود،
وقتی پیری پدر و مادری او خوار شود. وقتی پیری پدر و مادری او خوار شود. پدر از خدمت فرزند نباشد راضی، در دو عالم به غم و غصه گرفتار شود. حیف فرزند که به ناموس، حیف فرزند که به ناموس به عار شود. تشکر ایجاد استاد. پدر مادر بسیار غنیمت هستند. من از کلی جوانان عزیز میگویم که پدر و مادر حرمت کنند. پدر و مادر بسیار غنیمت هستند، قیمت هستند. سلامت باشند مادرای عزیز، سلامت باشند پدرای عزیز، سلامت باشند مخلصای عزیز. اگر همه روز ذره سخنهای من، سرودهای من در دل مخلصان جا شده باشد، من خودم را خوشبخت حس میکنم. باز میگویم که زنده باد تاجیکستان، زنده باد آبادی تاجیکستان، زنده باد پدر و مادری تاجیکستان. تشکر ایجاد. سلامت باشید. بیننده از روز بخیر باشه. ما اومدیم که باز با چند از تماشابینان در صحبت ایستاده باشیم. کجای وعدگی داره دوست؟ نمیخوایم وقت شما رو نیز گرفته باشیم. مرحمت. روز بخیر باشد. سلامت باشید. سلامت باشید. مرحمت. سلام علیکم. سلام علیکم. روزتون بخیر باشد. من منوره هستم از ناحیه پیشتمن. خیلی شادم. سلامت باشین. با همه شما سلام گرم و جشنی صبحانه به تماشابینان عزیز. تشکر. در قابل جان غریب گفتنی هستم. آواز کن خواستان نباشد استادی عزیز. سلامت باشید. سلامت باشین. زبانی گویا میطلبم و میخواهم. یگان سرودی درخشانی یک طور مثل زمزمه میکرده. های ما یک آولای خوب دارد. آول میگویند یا آول؟ همه ریوت به یک آول هست. استاد شاعر نورزاد هستم. میگویند که در آولی شاراجار چشمش بود به من چار. در آولی شاراجار چشمش بود به من چار. این دختری قشلاقی کاش که شود به من یار. این دختری قشلاقی کاش که شود به من یار. این دختری قشلاقی کاش که شود به من یاره. تشکر. سلامت باشند. روز بخیر باشد. بیننده از شما را گوش میکنیم. مرحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. صبح بخیر باشد. صبح شما هم بخیر باشد مادر عزیز مهربان. رحمت سلامت باشید. و جنبی بوستونی تشریفتون رو خوش آمدید میگویم. سلامت باشند. سلامت باشند. امروزه برنامه‌ای که صبح دیار تشکیل کرد خیلی بهره‌مند گردیده. سلامت باشید مادر جان. سخن‌های زیبا، سرودهای زیبا. سلامت باشید. و خاکساریتون یک جهان تشکر میگویم. سلامت باشید. و جوانان گفتنی هستم که همیشه مانند همین سراینده ها عالیمان خاکسار باشد بالا میروند. و شما بردباری تمنا دارم. باز یک باری دیگر خوش آمدید. سلامت باشید مادر جان. من شما را روز 21 ساعت 14 در تئاتر کمال خوجندی انتظار هستم. برای شما با سرودی مادر میخوانم. روز بخیر باشد بیننده از مرحمت شما را گوش میکنیم. السلام علیکم میگویم پیوسته به هر آن بیننده که الان با ما در ارتباط هستند. مرحمت. روز بخیر باشد تماشابین عزیز. السلام علیکم. من میخواهم استاد مهربان شعری که همین جانی را به من دشمن مساز همین یک بار پیشنهاد کرده. سلامت باشند. سلامت باشید برای شعر حقیقتا به حکمت نبوده است. سلامت باشید. ای خدا جان دوستی جانی را به من دشمن مکن. حالی غمگینی مرا بر ناکسان روشن مکن.
من ندانم کی به من دوست و کدامش دشمن است. همه اش روشن به تو هیچ امتحان مکن. خورشیدی جهان مرا جهانگر مکن. از بحر طمع رنگی مرا زرد مکن. از بحر طمع رنگی مرا زر کردی. محتاجی دری خانه نامرد مکن. محتاجی دری خانه نامرد مکونه. دوامش مخلص عزیزی مهربان، مخلصای عزیزی مهربان 21 ساعت 14 در تئاتر کمال خوجندی گوش میکنید. روز بخیر باشد بیننده عزیز، شما را گوش میکنیم. مرحمت. السلام علیکم. روزتان بخیر باشد. تشکر عزیز. مهمان عزیز شما را مجد میگویم. سلامت باشید مادر جانم. سلامت باشید. همیشه وقت باشید. آوازتان خسته نباشد. سلامت. لم همیشه آبود باشید. لم نبیره های خانی دستون بینید. خدمتی همیشه خواب باشید. سلامت باشید. تکرار باشد چون یا از پدر یا از مادر نخواهدید. من پدر و مادرم از بستگی برای همین گرده موال باش نگرد. سلامت باشید. سلامت باشن. چون سخن کردم استاد. ای کاش پدر عزیز و جانم باشی. ای کاش پدر عزیز و جانم باشی. زور دلی نور دیدگانم باشی. چون روحی عزیزان و بزرگانی خدا از جمله بلا تو پشتیبانم باشی. خواهم همدم ساق و سلامت باشی. 100 ساله شوی پیری بدولت باشی. 100 ساله شوی پیری بدولت باشی. ای وای جانی مادر، ای جانم نثاری مادر. گم میزند دلم گم اندر خماری مادر. گم میزند دلم گمه اندر خماری مادر. تشکر ایجاد استاد. سلامت باشن. روز بخیر باشد بیننده عزیز، شما را گوش میکنیم. مرحمت. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام علیکم. من هم یک مخلصی از شدید خوشتون داریم. سلامت باشید. سلامت باشید مادر جان. اگر زیر نباشم میخوانم یک حادثه رو نقل کنم. مرحمت. یک حادثه رو نقل کنم. سلامت باشید. کدام حسین؟ وقتی که برادرم اشدی هم کسونه در آن وقت تلویزیون رو 5 سال میداد. مایکروفون ها هم نبود. برادرم پلیر خرید آمده بودن از شهر خودن. راستی گفت از کسیده تلویزیون داری بود مصرف بوده نره. سلامت باشید. سلامت باشن. تا خوابی برادرم نمی بود من اون پلیر رو دسترس کرده نمیتونیستم. بعد که اگر خوابتان می بود بعد من اون پلیر رو میگرفتم کسیده تلویزیون داری رو میگرفتم تا سحر بعد نوبت من میرسید. سلامت باشید مادر. سلامت باشن. سلامت باشید. برادرم هم خیلی دست میداشتم ممکن به شهری بسیار هستن. من از اون برادرم میزنی نداریم رو به آبیزی ظریف رو میرسانم. میخواهم نگاه سری مادر و سری در آب و خاکلانم شکرانه میکنم. از آب نانی خانم شکرانه میکنم. از آب نانی خانم شکرانه میکنم. از طفلکانی لانم شکرانه میکنم. ما را وطن چو مادری غمخوار و مشفق است. بر مادری یگانم شکرانه میکنم. بر مادری یگانم شکرانه میکنم. دردی وطن اگر بود 100 بار دوش من. با دردهای شانم شکرانه میکنم. با دردهای شانم
شکرانه میکنم شکرانه میکنم شکرانه میکنم با آب و خاک تاجیکستانم شکرانه میکنم. تشکر ایجاد و اینجا استاد اگر مقابل نباشه سی زنگ آخرام را قبول میکنیم با ما صحبتمون را جنبش میکنیم. هرچند ما میخواهیم با مثل شما استادان ساعت ها صحبت کنیم هم کمی میکند برای ما چون فرصتی که ما داریم از این خاطر در یک نوبت دیگر نمیخوایم اگر امروز با خیروهای شما باشه چون روز گذشته به خوجند باستانی آمدید و بعضا مسئله های کاری که دارید نمیخوایم که مانع ایجاد کرده باشه. مرحمت از پایان میرویم 3 2 1 پس میگیم خیر و خوش میکنیم. سلامت باشن. از پایان میرویم. السلام علیکم. الو. السلام علیکم. مرحبا. السلام علیکم. استاد صحبت کنید. سلام علیکم. ما یکی از ساکن ناحیه عینی. سلامت باشید. شما در قشلاق ما رفته بودید. سلامت باشید. دهه شدیده با منظر و شما بسیار توی ما با خدمت کردگی ما شما رو دوست می‌داریم. منم شما رو دوست می‌دارم. زنده خاندانتان سراتون بسیار معنی دارد تاثیر بخش. سلامت باشید. من حاضر در شهر خوجند کار میکنم. شما رو دیده سادم بسیار حلاوت دادم سراتون و سلامت باشید. شما تشکر میگم. صد داره و همین سرودات دائم آوازتان خسته نباشه. همراه ارچه‌های بالاقی بادی سرافشان سرسبز سربلند باشید. سلام. الهی 100 سال شهید اکای جان دائم همین زبانتان پرخنده باشه. درباره پدر و مادر سرود گفته استید. سلامت باشید. 21 خدا خیر با میخوریم. پسرتان کامل جان مانند خودتان ارتشی همین و دولتی و شهر تاجیکستان سلامت باشن. سلامت باشید. سلامت باشید. تمام جهان معرفی کنم. سلامت باشید. تشکر زیاد میگویم بیننده عزیز. 21 با هم وا میخوریم ساعت 14. روز بخیر باشد. مرحمت تماشابین عزیز دوم نفر هستند. گوش میکنیم شما را. السلام علیکم. مرحبا. خب تشکر زیاد و به هر حال ما هرچند گفتیم ما همگی امکانی داریم با 3 نفر اخیران بیننده در صحبت ایستاده باشیم و مرحمت گوش میکنیم شما را. السلام علیکم. روز بخیر باشد. السلام علیکم. کجانین عزیز ممازم نه همین تگرس همین شده فقط گیرم میکنم رحمت حداتون به در خودم همین که اگر علاجش باشد تگرس افغانجنو من تلویزیونی شبای تماشا میکنم سرودی همین مونی جدی هم تاثیر بخش منو داشت مقبول از سال 82 من اینو گوش میکنم استاد مهربان در خودم میگه یک دو سرودشون من گویم که دیگه کدام است؟ مادر مدد مادر پنج خواهر همه من گویم که دیگه التماس اگر باید باشد ایلو باشه تو ورد دوستی سر میتونه خونید جز هوای تو هوای دیگرم جز هوای تو هوای دیگرم جز خیالی تو خیالی خوشترم راه نخواهی یافت دیگر بر سرم مادر جانم مادرم جان مادرم سجده می آرد بکویت زندگی نور میگیرد زیرویت زندگی زنده باش ای نوری درگاه و درم مادر جانم مادرم جان مادرم ده آبی دیدی مادرم مرم مادر جانم مادرم جان مادرم خدا علم فقط اشکی شادی ریزد مادری تاجیک سلامت باشید مادر جان خدا عمرتون دراز کند سربلند باشید. تشکر زیاد مادر عزیز مهربان گفتن که امروز من در معالجه هستم آرزو میکنیم استاد تنشون صحت باشد همیشه سالم باشند و از این شیرینی های زندگی گوییم آرزو میکنیم که اصلا مادری تاجیک اصلا سرش درد نکند اشک هم ریزد اشک شادی ریزد عمر که مادرای دراز کند و باز میگویم که دولتی من تاجیکستان ملتم آرین نجات وحدتی امروزی ملت جهانی نو کشاد عالی سامان گشت احیا
تاجیکان سرجم کرد. اهل عالم تاجیکان و تاجیکستان را شناخت. خدایا دولتم آباد بینم، همیشه ملتم را شاد بینم. جوانانی به ناموس وطن را پی آموز و ایجاد بینم. جوانانی به ناموس وطن را همیشه ملتم را شاد بینم. سلامت باشن. ما گفتیم آخران نفر هست در صحبت این صبحینه ما. مرحمت گوش میکنیم و با این باشد باقی دیگر نمیتوانیم زنگ ها را قبول کرده باشیم. آخران بیننده هستند. روز بخیر باشد. مرحبا. السلام علیکم. السلام علیکم. ما از دربار مهری در خورا قبول جمهوری ما سرودشان را دیت نداریم. سلامت باشید. ما هم میخواهم که پدر و مادرم در وقت باشدیم. میخواهم در خدا علم ارواحاشو شاد باشد، عمری که خودتون دراز کند. از تقدیر جای گریز نیست. برای همین ارواحای هم پدر هم مادر ارواحشان شاد باشد و برای ارواح پدر عزیزی مهربانتان میگویم که هرگه کنم یادی پدر بر لرزه می آید دلم. گویا که لرزان می شود هر چوب و سنگی منزلم. گویا که لرزان می شود هر چوب و سنگی منزلم. از خانه من اما پدر یک برده نان ناخورده رفت. تا اینکه من آدم شوم درد و غمم را خورده رفت. تا اینکه من آدم شوم درد و غمم را خورده رفت. تشکر زیاد استاد عزیز و مهربان. و خب بینندگان عزیز و ارجمند، ما برای هر یکی شما عرض سپاس میکنیم و هرچند میخواستیم زنگ‌های تلفنی شما رو قبول کرده باشیم، لیکن متاسفانه ما باقی امکانیت نداریم که با شما در صحبت ایستاده باشیم. بسیار میخواستیم، دل ها میخواهد، قلب ها میخواهد که با مخلصان ساعت‌های دیگر باشیم، لیکن متاسفانه چون میگویند همیشه وقت در گذریش است. وقت در گذریش است و نمیگذارد که هر چیزی که ما میخواهیم اون رو اجرا کرده باشیم. و ما استاد ارجمند برای تشریف شما بار دیگر عرض سپاس میکنم و برای آن نفرانی که نو به برنامه پیوست گشته ایستادند و بار دیگر میگویم این صبح در مهمانی برنامه ما هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، آوازخوانی فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف و استاد قابل جان ظریفوف بودند. و لغمان جان عزیز مهربان، در آخر من برای مخلصان عزیز صدها تشکر میگویم و باز میگویم که اگر در اینجا کمی باشدم سرودهای من، سخنهای من در دل مخلصای عزیز جا شده باشد، در شهر باستانی خوجند من خودم خوشبخت حس میکنم. بسیار مردمی مهمان نواز هستند، نه بلکه ولایت سو، تمام تاجیک مهمان نواز است. شکرانی آبادی دیار، شکرانی تاجیکستان عزیز، شکرانی مادرای عزیز، پدرای عزیز، شکرانی مخلصای عزیز. من روز 21 ساعت 14 در تئاتر کمال خوجندی تمام مخلصای عزیز مهمان من شوند. من در خدمت مخلصای عزیز هستم. سربلند باشید، سلامت باشید، سلامت باشید. در اولم همین گفتم که زنده باد تاجیکستان، زنده باد آبادی تاجیکستان، زنده باد مادری تاجیک، زنده باد پدری تاجیک، زنده باد مخلصای عزیزی مهربانی کل هنرمندان تاجیک. بهترین اندیشه از استاد در انجام سخن و ما اینجا هر لحظه هر دمی که به خوجند باستانی با سفری هنری و با سفری کاری و با مهمانی می آیید هم
تهیه‌گران برنامه هم مخلصانتان شما را انتظار است. سلامت باشید. و از آمدن خود تنها شما ما را آگاه بکنید بسنده است. باقی ما شما را می‌یابیم خود. از کدام کنج خجند نباشد شما را می‌یابیم. و خب تماشابینان عزیز و ارجمند اینجا ما نزدیک شدیم به فرجام برنامه و استاد ارجمند باقی برای شما کامیابی تنی صحت هرچند اگر با استادان صنعت بنشینی میگویند چون استادان دست دعا میکشند دعا میکنند که همیشه با مخلصان باشی و از باوری مخلصان بیرون نبرآمده باشید. ما نیز امید میکنیم استاد اهل ایجادی برنامه فرهنگی و فراغتی صبح دیار امید میکنیم که همیشه باوری مخلصان شما ابدا با شما باشند. و چون گفتیم در پیش دو برنامه کلام کنسرتی دارید، یکی در شهر بوستان و دیگری در شهر خوجند. برای برگزاری برنامه کنسرتی شما برار خواهانیم و باوری کامل داریم. باشد استاد برآمد. یک چی یادم اومد تو مثل شعری آذرخش درباره این صبح دیار میگم که صبح بخیر ای گلی ریحانی من، سبزه ترین باغ گلستانی من. صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر، صبح بخیر دیار جان صبح بخیر، صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر، صبح تاجیکستانی عزیز بخیر. دوامش مخلصا فردا در کنسرت گوش میکنم. تشکر ایجاد. سلامت باشن. باقی با چنین گفتن سخنهای استاد عزیز گفتن صبح بخیر صبح بخیر، ما بار دیگر به هر یک شما میگوییم صبح بخیر باشد. باقی با امید خانه آبادی، با امید سربلندی هر یکی شما با شما خداحافظی میکنیم. دو روز در پیش روز استراحتی داریم و آغاز هفته ما باوری کامل داریم که باز برنامه را رنگارنگ منظور شما میگردانیم و برای یک بیننده عزیزی که مادری مهربان بودند طور چند دقیقه زیاد از 6 دقیقه با استاد در صحبتی بودند و چون استاد گفتند که من امروز پس از برنامه حتما مهمان خانه شما میشم، همراه میریم و برای شما مادر عزیز ما میگوییم پس از چند لحظه الکی قابل جان ظریف و هیئت گروهی ایجادی برنامه صبح دیار در خانواده شما میشوند و اینجا ما باوری کامل داریم یک صحبت خوبی هم صورت گرفت و اگر امکان شد ما روز دوشنبه قسمی از همین سفر استاد را گوییم به خانه یک مخلصشان به طور کوتاه پیشکش شما خواهیم گردانید. باقی با امید خانه آبادی با هر یک شما خداحافظی میکنیم. تن صحت باشید، همیشه دوستداری آهنگ و سرود و ترانه های استادان صنعت باشید. درود و اینچنین برای آنان درود بود و میگوییم برای آنان خیر میگوییم همیشه خود را احتیاط بکنید و زندگی را دوست دارید و باوری را از خود دور نکنید. قلب‌هایتان را گرم بکنید و آغوش بکشید سوی دوستان و سوی زندگی نو.